به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، برنامه نامه ها از ناحیه ها و اصلاح نت شماره 309 را امروز تقدیمتان می نماییم. در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید. ان شاء الله همه با هم به آن مراد و آرزویی که داریم، آزادی ملت از دست این عائله ضحاک و آدمخوار ان شاء الله خواهیم رسید. بیننده گرامی، دو نامه در اول برنامه از دوشنبه است که از معامله غیر انسانی دامسازها در محله قزاقان صحبت می کند. دامسازها به حد به حیا و گستاخند که برای آن که مردم را در این فصل زمستان وادار سازند خانه هایشان را تخلیه کنند، تروبه های آب آشامیدنی کوچه آنها را با تراکتور کنده می پردایند، گویا این شهر تماما صاحب ندارد. در نورآباد باشد، باز هم از مخالفت شدید مقامات بر مقابل عرف و رسم مسلمانی گفته شده است. امام دهه را برای آنکه خطبه نکاح جوان و عروسش را خوانده است میبرند و جریمه میکنند و در ادامه فشار نکزد یعنی مسجد دهه را هم محکم میکنند. نامه از وحدت واقعا هم دل ریش کننده است. جوانی 21 ساله برای دفن پدرش از مهاجرت می آید، اما او را به شستای عدل می برند. مادرش باشد از ترس دچار فشار می شود، دولینی می زند و لال و کنگ می شود. از پنجکند درباره سودیه ها و پرکرار نوشتند. مؤلف می گوید حالا کارمندان مقامات در اینجا شهر را به جلب خانه بدل کردند، ولی جای آن که مقامات بالایی جلوی این قانون شکنی ها را بگیرند، نفر قانون شکن را به وظیفه بالاتر میگذرانند. نامه آخر این برنامه هم از پایتخت وطن عزیزمان است که بنابر این نوشته به دست نفرهای افتاده است که تا آنها را به زندان نبریم روی آبادی وطن را نخواهیم دید گفته است ان شاء الله. سلام علیکم برادر محمد اقبال. الله مهربان برکت دنیا و آخرت را نصیبتان کند. التماس این دو نامه مرا نشر کنید. نامه ها از شهر دوشنبه از کوچه قزاقان 1. شکایت ما از 2 نفر دامسازی ظالم است. نام یکی از آنها زیادالله است که مردم را دیوانه کرده است. باور کنید. نام شرکتش جمعیت دارای مسئولیتش محدودی سیمای نو همه صاحب ملک ها را به سود داده است برای منزل های خودشان. این ظالم میخواهد نصف منزل صاحب ملک را گیرد. 13 یا 14 خانه را به سود داده است. با یگان خیل معامله کرده نمی شود. پیش از خزاندن مردم اولین کاری که کرد بنای سود ناحیه سینا را تعمیر کرد تا او را کری شود کند. خلاصه سودیه ها را خریدگی است. با چند نفر شرطنامه کرد ولی باز از لفظش گشت. به خدا لفظی مردی ندارد. برای پول اجاره دیگر دامسازها از 3000 سامانی کم ندادند. این نامرد باشد به مردم از 1500 تا 2000 وعده میکند. با این مبلغ خانه اجاره اصلا در شهر نمیابی. خواهش ما از حکومت شهر این است که پیش راه این ظالم را گیرند. به خدا قسم و مردم را فریب کرده ایستاده است. التماس از حکومت شهر او را گیرید. از این وظیفه یگان نفر مسلمان باشد که حق مردم را دهد از روی قانون و سپارش رئیس شهر. برادر محمد اقبال، این نامه دوم ما از کوچه قزاقان 1 شهر دوشنبه است و آن هم شکایت از یک دامساز دیگری نامرد و ظالم می باشد. نام اصلیش ولی رمضان، نام دومش زیادالله و شرکت ساختمانیش اکبر ساختمان است. این دامساز با واسطه سودیه ها حق مردم را با هر بهانه با فایده خودش مینوس میکنند. مردم را ترس داده با تهدید میگوید با پرکرار آمده خانه ات را چپه میکنیم. میگوید هر کجایی که شکایت میکنید کردن گیرید، به من فرق ندارد. من از یگان مقامات ترس ندارم. این دامسازی به انصاف هم همه پرکرار و سودیه ها را خریدگی است. اما اگر نفر یگان شناسی منصبدار داشته باشد به او یگان مشکلی نیست، حقش را می دهد. کسی تقه ندارد و از دست این دامساز به مشکل کلان دچار می شود. این دامسازها لوله های آب نوشاکی کوچه را باور کنید با تکنیک هایشان کنده پرتافتند. نزدش رفتیم و گفتیم لوله های خراب کرده ات را برقرار کن. مردم با این به آبی چه خیل زندگی میکنن؟ میگوید من برای شما سنتخنیک نیستم، به کسی آب لازمه میگه خودش علاج پیدا کنه.
با بالای این ما را دشنام‌های قبیح هم داد. نه رئیس محله به دادمان رسید و نه ناظر منطقوی اوچاسکوی. در نزد بچه ها گفته است ما پول شاهرخ دادگیم و دیگر گپ و فرمان هیچ کس مده نمیگذرد. التماس برادر نامه ما را زودتر نشر کنید تا که این ظالم را مقامات شناسد و شاید به داد ما رسند. خوب دیگر واقعا دهشت هست. یعنی اینا باید حتما رستم امامعلی این قضیه را ببیند. نمیدونیم دیگر رستم چی وظیفه داره. تو دهنی عمکی دام دوشم بی چی رستم؟ سلام علیکم برادر محمد اقبال صدرالدین از صفحه چشمه دهه کبوتیان می نویسم. ملا الهام الدین دادوف از کبوتیان در یک توی نوجوان و عروس را نکاح کرده است. فی الحال رئیس پیشینه ابوبکر تشه رئیس پیشینه از همین دهه کبوتیان و اسلانوف عالم این ملا را با فضل الدین اوچاسکوی فروختند. این ملای کمبغل بیچاره را برای خواندن خطبه نکاح بردند و سخت اذیت و آزارش دادند. این ملا امام مسجد بود. مسجد را با این بهانه محکم و 5000 سومونی جریمه‌اش کردند. این ملا را با چنین سوال‌ها ازدواج میکنند. ناس میکشی؟ میگوید که نه نمیکشم. بانگ میزنی؟ پاسخ میگرداند که نه. آخر وقتی مسجد را رسم میکنند گفته است که چرا محکم میکنید؟ اوچاسکوی گفته است که این سپارش جناب عالی است. مسجدها امروز اگر جمع کنیم از همه آسیای مرکزی در مجموع تاجیکستان 2 برابر زیاد است. بس حالا نبردیم و استاتیای تروریسم نزدیم شکر نمیگوی. خوب واقعا هم در این پیامی امسالش هم دیدید که فقط مسجد رحمانوف میگه. این قدره که از مسجد میترسه باور کنید هیچی نمیترسه رحمانوف. برادر ما چی خیل دفاع کنیم در چنین وضعیت. مبارزه آشکارا کردن بر ضد این ظالم ها هم فرض و هم قرض است. دیانوف کبود از دهه آفتابرو است. این لعنتی بخت برگشته ملا میرزامالدین را که از دهه تگ و یک کمبغل از روزش را حیله بیچاره میگذراند میفروشد. میبرند و 3000 سومونی اشترافش میکنند. تهدید کرده میگویند که یک بار دیگر نکاح میکنی میبریم میشکنیمت انیق میبری. اما جوانها را به سوی عرقخوری بانکشی نشأمندی دعوت کنی کسی چیزی نمیگوید. این کمبغل را خیلی جزا داد اوچاسکوی. اوچاسکوی از خرغان تپه است. فضل الدین نام دارد. مردم را یک جا با امنیتی ها خیلی زیاد ظلم میکند. مردم تماما به پشت و پناه ماندگی‌اند. جای برای عرض و داد ندارند. در این بخش نامه از عملهای جنایتکارانه زاده ناحیه نورآباد جماعت صفحه چشمه دهه شربیگیان رازیقوف ایرج اکاجانویچ که خود را کارمند مقامات حفظی حقوق معرفی میکند گفتنیم تا جای معلومات نسبت این نفر دسترس نمودیم. حتی اتستاتی ختم صنف 9 ندارد. با راه نیرنگ و فریب چندین جوان دختر را از زندگی آبادشان محروم نموده با نکاح خود درآورده 3-4 ماه زندگی نموده آنها را در نیمه راه رها نموده است. از جمله بعد طلاق دادن باز تحقیر و تهدید می نموده است که من در مقامات کار میکنم تا آخر عمر به شوهر نمی برایید. سبحان الله. ایرج رازیقوف از زن یکمش زمیره دولت علی یک پسر به واسطه دعاخوانی یک ملا از ناحیه رشت گردیده است. این ملا را در چندین کردارهای جناییش استفاده نموده است. زنها را فریب نموده، آنها را دعاخوانی نموده، مبلغ‌های کلانی آنها را می‌گیرید. خلاصه حیات رازیقوف ایرج اکاجانویچ پر از جنایت و جنایتکاری است. یک نفر حتی به
جنایت آدمکشی دست زدگی است. خواهرش خاله و نظیره اکاجان اون را فریب میکند که در نزد پروکراتور ناحیه نورآباد زمینی نزد حولگی گرفته است و از خواهرش 80,000 سومونی میگیرد. زمانی خواهرش از مهاجرت مهنتی برمیگردد و زمین را طلب میکند، رازیخوف ایرج اکاجانویچ و دادرش رازیخوف دلیر یعنی ادریس اکاجانویچ خاله و نظیره را با یک بیرحمی لطوکوب نموده او را تحقیر میکنند و او را مجبور میکنند که از زهری تایفون استفاده برد و زهرآلود میشود و او را همسایه ها با دکترخانه جماعت میبرند. ایرج نزدی سر دکتر محمد خوجایف عطاخوجه رفته او را تهدید میکند که معلومات نامه یعنی خلاصه را به خواهرش ندهد که و او چنین کار کردند. اگر نسبت جنایت های رازیخوف ایرج اکاجانویچ پورا معلومات دهیم باور کنید 100 کتاب می شود. تمام عمرش به جنایت گذشته ایستاده است. رئیس ناحیه فتح الدین این جنایت ها را نمیدانسته باشد. البته میداند ولی باید حتما در این قضیه کار انجام دهد. در غیر این صورت باور کنید دهشت است. دهشت واقعا دهشت است. دیگر چی بگیم دیگر. سلام علیکم برادر محمد اقبال صدری. من از شهر پنجکند میباشم. در پنجکند وضعیت به حد سخت و وزنین است. تمام مقامدارها بیزنسی کلان میکنند. میخواهم که مردم همین ها را بشناسند. پروکراتور گنرالی کجا را نظارت میکرده باشد؟ تماما خسته شدیم. من درباره یاردمچی پروکورور شهر دلشاد حمیدوف گفتنیم. این حمیدوف دلشاد بسیار دخترهای خانه را برها کرد. با چشمان خود دیدم لاله بابایوا نام دختر جوان را کارش را بود کرد. دختر از این حامله شده تولد کرد. حاضر این لاله برای این پروکورور دختر توغری میکند. نام رازه دلشاد حمیدوف شدگی است. دلشاد دخترهای کار افتاده را مجبوری و با اوگراز کارهایشان را حل میکند. این پروکورور از ناحیه عینی میباشد. در پنجکند یاردمچی پروکورور است. با راه واسطه و جورابازی در گورسویت شناسایی خودش را رئیس گورسویت ماند که خشش است. اما این رئیس گورسویت بسیار دغل و ابله است. کارگران گورسویت را به حد تشنام و حقارت میکند. عجابت کار باز در آن است که چند روزی پیش دلشاد حمیدوف از پنجکند با ولایت سوخت به زینه بالاتر کار رفت. آنجا یاردمچی شعبه نظارت عمومی دستگاه پروکراتور ولایت سوخت تعیین شده است. در فیسبوک خواندم و دیدم که باز چند نفر او را تبریک میکنند. کسی گپ گردانی میکرد دنی های او را راست و دروغ ساخته به پروکراتور میداد. بعد آنها تهمت کرده محکمش میکردند. خلاصه این یک حرامخوری کلان است. باور کنید در پنجکند از دست اینها دیگر زندگانی کرده نمیشود. پروکورور کلان شهر هم یک انسانی بد نموده است. زنهایی با شوهر را ترسانده میگردد. شوهرهایشان در مسکو. خب دیگر فهمیدید که به چه کارها دست میزند. نفر دیگر میرزازاده یاردمچی سود شهر پنجکند است. این از حصار میباشد. بسیار دلاهای او بیست و شده را در پنجکند را بر عوض پول کلان پاره محکم میکند. به جان مردم رساندگی است. این حرامخور میرزازاده کسی بای باشد خود 10 نفر را کشته باشد چای پولیش را دهی جوابش میتیه. یک رفیقم را بهوده جریمه کلان کرد. بچه تماما بیگناه بود. بچه را علم کرد. از دست این نامرد به جنگ اوکراین رفت و برنگشته است. دیگر نفر دیگر کارمندی اوگلان راز فرشید نام دارد. این فقط به واسطه دخترها بچه ها را پدستوید میکند. بعد سوم کنده میگیرد. اینها دیسکوتیکه های شهر را کریشوت میکنند. یک چند جلبچه ها هستند که با همراه اینها کار میکنند. اینها کسب و کارشان پدستو کردن مردم است. نفر دیگر عظمت میلیسا که پدستوشیک میباشد. اکابیروف سردار کمیته دولتی امنیت ملی است. از بالا یگان کارگر دولت شکایت بری میگوید که چارهش را میبینیم پس آن خودت را پدستو کرده زندان میکنند. سر دکتر شهر پنجکند امید رحیم مفاز که تماما سواد ندارد رفت وظیفه را از وزارت خریده آمد. این سر دکتر از کسلها و دکترها پول چینده میگردد. یگان تاش پول ندهد دویده به پروکراتور یا کگب میگوید و آهسته پدستوش میکنند. سبحان الله. در این پنجکند ما وقتی از بالا پرورکه میآید اوجه اینها خبردار و همش را جابجا میکنند. پارا میدهند و یگان کس اینها را هیچ چیز گفته نمیتواند. من حیران همان بالا هستم که کجا را نظارت میکرده باشد.
همون رحمانوف، همون پروکورور گنرالی، حبیب الله وحیدزاده، رستم، آزاده، همه بالاها، اینها اینقدر مردم رو روی روز غارت کرده ایستادن و فکر شخصی من در این پنجکند بالا را خوشرو میخورانند. برای همین آنها همه‌شان در جنایت‌های انجام میداده اینها خاموشند. چرا خود پروکورورها و دخترها دست درازی میکنند اما یگان کس گپ نمیزند؟ حبیب الله وحیدزاده در حال پروکورورای پنجکند تا قضیهشون ببین، اگر مردک باشی یکی اگر ترم نیم کالا مردک باشی خیلی گپت نداریم. حبیب الله وحیدزاده این خطاب تای باور کنید که جوانها از دست همینها تروریست میشوند. اینها همشون مقامات و منصبهایشان را با بیزنس تبدیل دادگن، حتی یگان جا جلب و شکایت کردن نمیشود، چون که اینها همش یکدیگرشان را پدرک میکنند. یک روز برای آزمود و امتحان با یک دختری خوشرو گپ پرتافتم، پگاه نشده همین پروکورور با کابینتش دعوت کرده دشنامم داد و گفت میدونی عروسی من است. باور کنید آنها پنجکند را جلبخانه کردگن. اما خدا خواهد وقتش میرسد که مردم نخار خود را از زن و دخترهای اینها حتما میگیرد. ولی واقعا یعنی که این آنچه که مردم میکنند دیگر مردم نمیتوند یگان کس یعنی که سبحان الله به این عملهایی که شما انجام داده است واقعا دهشت است، دهشت. سلام علیکم، دوملا محمد اقبال سعادت‌دین. این نامه فوری از وحدت است. دیروز یک همسایه امون در سن 47 سالگی وفات کرد از کسلی رگ سرطان. حیدر بیگ نام داشت، خدا رحمتش کند. پسرش در مسکو در مهاجرت کاری قرار داشت، در حال بلیط گرفت و آمد تا که در جنازه پدرش اشتراک کند. پسرش 21 ساله است. الحمدلله آمد پسرش و در جنازه پدرش اشتراک نمود. در بالای جنازه امر معروف کرد. پسرش نماند که زنها گریه کنند و ناله کنند تا سبب عذاب پدرش نشود. و سرخطیب وحدت با نام پیر محمد، همون پیرکه، آمد و جنازه را گذراند. بعداً میت را بردند سوی آرامگاه. پسر این میت در سر قبر پدر 1 ساعت امر معروف کرد. حتی سرخطیب وحدت همین طور امر معروف نمیکند و نمیتواند. میت را دفن کردند و آمدند. رئیس محله این منطقه با نام امید جریان امر معروف بچه همین حیدر بیگ سیامکه کرده به شستای عدیل دوشنبه روان میکند. 4 کارمند شستای عدیل دوشنبه به سر این کودکی 21 ساله آمدند و گرفتند و بردنش دوشنبه. چرا تو امر معروف کردی؟ سوال ببینه. مادر این کودک وای گفته داد میزند که بچه‌م کجا میبرین؟ شوهرم مرد، بچه‌م کجا میبرین؟ این مادر بیچاره مصیبت زده ماتمدار را دولینی زد و بیچاره ای گپ زدن مونده، دیگه گپ زدن نمیتونه. دیروز گفتند این جوان 21 ساله را با ماده 307 میخواهند با سالهای طولانی زندانی کنند. جرمش در بالای یعنی جسد یا که مرگ و جنازه پدرش امر معروف کردی تو تروریستی. تمام. سبحان الله، الله لعنت کنه رحمان و به حکومت راست کردگید. برادر عزیز این نامه را بخوان و چاپ کن تا همه بینند که در تاجیکستان ما دولت ضد فرهنگ و عرف و عادت‌های ما مسلمانان تاجیک در سر قدرت است و چقدر با دین آیینی اجدادی ما دشمنی دارد. این کار در شهر وحدت پس یلکه راحتی پیش قبرستان عروس‌ها روی داد. در روز 8 دکبر رئیس محله امید را بچه ها قپیدن، تلفنش را گفته سیامکارا یافتند از تلفنش. گفتند چرا این کارو کردی؟ گفته است که وظیفه ما همین خیلی بزی کردن است، باید این کارها را کنیم. خیلی دیگه امید بفهم وقتی که یعنی که حکومت علیش شد حتما بفهم و انتظاری جزا هم باید باشی. دیروز پدرش را گور کردند و امروز خودش را بردن به شستای عدل شهر دوشنبه. والله مادرش گنگ شدگی کدام باور نمیکند بیاد ببیند. مقامات رحمانوف کارهای بشار اسد را تکرار کرده ایستاده است. امروز 1 سالگی پیروزی مردمی سوریه بر بشار قاتل بود. با ما هم نزدیک شده ایستاده است پیروزی، چون که مقامات خودشان به این پیروزی مردم را تحریک و طعنه داده ایستادند. واقعا درست است و در این هیچ شک و شبهه نکنید ان شاء الله. السلام علیکم استاد محمد اقبال. من از گروهی تکسیس های اصلاح هستم. دیروز یک واقعه شد که میخواهم برایتان نقل کنم. یک پیرزن 80 ساله از میکرورایون 103 سوار شد تا بازار سخاوت بردم. خانه‌اش همانجا بود است. در راه گپ زده و صحبت کرده رفتیم. از صحبت‌هایش معلوم بود که زن چالاک و هوشیار و باسواد است. صاحب 3 معلومات عالی بود است. خودش گپ را آغاز کرد. گفت بچه‌م من 80 ساله شدم. این امام علی را خوب میشناسم. این را هم میگویم که این پیرزن نیم با زبان روسی و نیم با زبان تاجیکی صحبت میکرد. گفت این
وطن این ملت را روز تا روز امام علی با بچه بیسوادش جزیر کرد. مردم شهر را هم احمق کردند. از اول میدونستم که ناعهده برا است، بچهش باشد کارش فقط دامسازی و از دامسازها پول کندن است. باز کمی دیگر ایستاد و برای فراز لعنت خواند که سرشوی ندارد این فراز. گفت که من چندین سال با اینها کار کردم، دیدم که اینها نهایت خوفناک و ضررگارند. زود از درون آنها به بهانه نفقه برآمدم. این زن باز دوگانه عزیزموی گازیتخانه که زن رحمانوفم بوده است. گفت یک روز به عزیزمو زنگ زده و از امام علی میپرسیدم. عزیزموی گازیتخانه گفت است که قیچیش امام علی گرفت و ای پای کارهای آبادی رفت. انا امام علی را برحمش. راستی گپ استاد، من حیران شدم و خودم هم باور نکردم که یک چنین زنها هم بودند. متاسفانه من به جای فرموده این زن آمدم و آن زن برآمد، حسابی کرد و تشکر گفت و گفت که با اینها منظورش رحمان و بچهش مردم هیچگاه روزی خوش و زندگی بهتر را پیدا کرده نمیتوانند. مردم باید یگان کار کنند تا از اینها نجات یابند. گفت و خیر و خوش کرد و رفت. خب بله، واقعا درست است. دیگر مردم بداد آمدن از دست این عائله کثیف و پلید. دیگر هر چی که هست همه مردم دیده ایستادند. خب تکسیس های دوشنبه که بچهای اصلاح هستید، همیشه هر معلوماتی که میگیرید انا همین خیل رسانه تا اینکه اینها برای ملت و مردم روحیه های خوب میدهند ان شاء الله. خوب بیننده عزیز گرامی، در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه نوشتن نامه ها با ما کوتاهی نکنید. ان شاء الله ما همه با هم کاری را که آغاز نمودیم ان شاء الله آن را با سری بلند به اتمام میرسانیم و به وطن عزیزمان بر خواهیم گشت. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.